درود میگوییم و روز شادی و خنده جهانی مبارک باشد. ما خواسته بودیم که به استودیو دعوت کنیم جمشیدی حلیمه، ولی متاسفانه نآمد. شما بسیار میخواستید که همین در روبرو با اون کس در ارتباط باشه، ببینید نخواست بیاید. خب زنگ میزنیم استاد با اون کس. خیر با تلفن صحبت میکنید. چرا نآمدید؟ الو قبل میشنم. بله گوش میکنم. چرا نآمدید به رادیو فرهنگ؟ نشناختم. من؟ بله. خیامدین خریدینه. ببخشید استاد شما خوب است. من با کجا باید می اومدم؟ رادیو فرهنگ. براستی از زمین صبح این جانب چند نفر زنگ زدن، چند مرتبه مرا راستگاه فریب دادن. من فکر کردم که شما 1 اپریل گفته شاید مرا فریب کنید، برای همین اومدم. من امروز نزد یک تنور اومدم، میخواستم از اونجا من سموسه خرم. یک زنی سال خورده اونجا ایستادگی بود و گشت گفت که وای، گفت دخترم جمشیدی حلیم، این بالای سر شما به دولت میشه، کدوم پرنده از بالا شما در توفه روی کرده. و وقتی ما سرپوش خود رو گرفتم گفتم پوکنم، میبینم که اونجا هیچی نیست. من فهمیدم که از همین صبح ما رو فریب کرده ایستادن. برای هر نفر زنگ زدن، اگر شما میتونید با من تماس کنید. خب شنونده ارجمند ما نیز خواستیم شما را فریب کنید، نشد. جمشیدی حلیم در استودیو ما. سلام شما به شنونده. السلام علیکم هموطنان عزیز. براستی وقتی خودی کلمه خنده را به زبان میبیاری، الکی چهره هر یک انسان شاد میشود. و از همین مصرع هایی که بسیار بزرگ هستند و هر جایی رو تکرار میکنم. منم صحبت خود رو آغاز کردنم. گفته است بزرگه که لفظ خوش گفتن خوش از گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویند سخنهای لطیف، خنده هم درست انسان را تبابت میکند. خب خندم یک نفر رو بشنویم. بله سلام علیکم اکای جونیبک، اکای حبیب الله. این برادر ما جمشیدی حلیم. شما باور کردید که در استودیو؟ نه، من راستی گفت اول گفتم چرا نیومد. من همین قدر فکر کردم شما گفتید که چی نیومد، گفتم واقعا خیلی نیومد. یه روزی خنده ده که نیومد دیگه کی کی میبیا. گفتم همین خیلی فکر کرده شدگی بودم که بعد که تلفنی صحبت میکنیم یک میگم که ایتی صحبت داره او. امید جان هستم از فرخو. خب کی؟ امید جان. خب چی سوال امید جان هستم. اکای جونیبک. بله میخوام که برادر جمشیدی حلیم رو یک خواهش کنم. خیلی دیگه با جمشیدی حلیم گپ زدن گیره. الو لبای گوش میکنیم شما. تشکر زیاد اولا اکای جونیبک با شما. مینداری خودم رو با شما با تمام کمانده شما میرسونم. اولا که خواهش شما رو بجا میارید. اکای جمشید لبای همو یک لطیفه دارید که سه دختری فنگی میگه چی میگه، همین لطیفه رو میخوام که حاضر خیرات میکنید یا در رفت در آمدی گپ. بله در آمدی گپ. همین رو خیرات نید با شما برای کار سلامت باشید. خب جمشید جان درباره خنده گفتیم، چند نمود خندیده میتونید؟ چند نمود خنده میتونید؟ اصلا من نه عموما چند؟ من در حیات من اصلا تمام انسانی روی دنیا شاید هم خیلی خنده دو نمود خنده است. خندی پولکی، خندی بی پول. حاضر خنده تون چیه؟ این خنده میگم که خندی بی پول کوتاه ایده. خنده اگر پولکی باشه دیگه باید ایستادن ممکن است. باید با خنده سیم هم است. اگر راهبر صحبت کند خنده وایش اکنون نگوید و جوی خنده هم نداشته میخندی. خب اگر گپ درباره لطیفه رفت، من چه به خاطرم آوردم در یک معرکه بودیم، شما هم بوده و فقط شما پشتتان طرف آدمای میماندگی بود و یک نفر آمد با هم سلام کرد که شما را دید بسیار چهرهش کلاه شد. من خیال بگم آدم ایره بین جمشید حلیمه. خیلی حدیث بسیار میشه. خیلی زیاد میشود و اینم یک خوشبختی است تا حاضر به اینجا رسیدنم. براستی یک برادر قتیبه خوردیم و هم نمیدونست از امروز 1 اپریل است. بعد زنگ زد و گفت که من در فلان جا. من تو تیز برو، من همون جای شما هستیم، من همونجا. و برو اومد 1 ساعت تگی بارون ایستاد
بعد راست گپ دلم سوخت دروغ گفتگی با خسته اومدم پیشش بعد فهمیده که یکم اپریل گفت که من خفه نمیشم گفتم چرا گفت تو خوشبختی همین کسی ببیند که جمشید اهلیم در کدوم وضعیتی نمیشد میخندد من مثلا چند روز من بیمار خونده کور دوران همین میرم بیمارم خدا با شکر میخندد طبیبم میخندد هم هر کسی باشد تبسم میکنه یک نفر دیگه رو میشنیم بله خب میشنویم شما رو. سلام علیکم. الو بله سلام علیکم جانی بک جان. سلام علیکم با کی صحبت داریم با کی صحبت من داریم بابای وطن ایران یوون بابای وطن میشنویم بابای وطن فهمیدم بابای وطن خود در بابای بابای جان بک جان بله هم بابای جمشید حلیم خوب بر تلفنم پیش تلفن در گوشه الو ایسی تیده که جالبه ما خودم میده نه بعد من باز است تلفن در داد شدیان به سال است من الو بله لبا این علیشه شما استید جمشید جان لبا شما رو ایران یوون تکلیف کردن که بیاید یک نمایشنامه تشکیل کنه. خستیم امین مال خستم مال خواه بورون چخه میشه با بابای وطن بورون در بورون چخه میشه در اینجا تا اونجا نمایشین شو نباشم حاضر امیر من بانک در وای دارم حسابی وای دارم شوتی همون وای روی میکنم شوتا همین پول باید چی داره که یک نمایشنامه جمشید جان خب ای درون پیشگاه میرای تو جینجانی جینجانی یا خوره نقل که خب همین شما انتظار شوید بعد چند لحظه جینجانی گوید من میبرم ایدون پیچکم ایامو یوون میبرم خب تشکر با شما. ادری توربوی هم سیمنتی یوون میبرم البته امروز حادثه های میشد که من یک چیز به خاطرتان میارم اصلا رحمت الله باری اول به صحنه میبرد بعد در کنار در اسپکتاکل میبیننش روز دیگه در تلویزیون دو سه نفر بسیار با وی نگاه میکنن بعد خیال میکنن که وی شناختن میگه که مرا شناختن بعد میگه که نه همون کرتت راستمی پشتی فوتبال نرخش ای بیان همه خیلی حادثه با شما شدن خیلی بشود وای اصلا من یک وقتی بسیار بین جوانودا موت شده بود باور کنید همین پوشیدن مایکه هایی که نوشته جد دارن همین خیلی بود استاد بعد کارون در خیلی بین آدم بسیاری بعد بسیاری صفحه شم با سم با نوشته بودن از بالا با پایین پشت شونده و همین کارون در یک تا همین خیلی مسکولاش میبینی مشک کردگی رنگ ملخای شرطوز باری چلیک مایدکی باری مایکی کلون پوشیدگی ولی مایکه چپا گفتید پیشونیش ده همین پیشش با کلون انگلیسی نوشتگی وای بیچاره از سبب خوندگی نه همون روسیه نمیدونه انگلیسی یک جو میدونه با انگلیسی همونجا نوشتگی که این مایکه برای زنهای حامله دار شخص دیگر رو میشنویم. سلام علیکم. الو سلام علیکم سلام با کی صحبت داره فاروق جان هستم از شهر دوشنبه. میخواستم مهمان شما رو به همین روز خنده تبریک کنم شما رو. خب اکای جمشید یک سوال داشتم. مرحبا. اکای جمشید بعدش بسیار هنرمنده همین خرجونیگار ما در دوبلاژ فیلم ها اشتراک میکنم. مثلا تشریف خلیلوف در فیلم ملوزیو یا اینکه سایجان ایدی بعدش شما در یکو فیلم دوبلاژ میکنید. وای یک امروز روزی خنده است همه چی اوضاع در استاد یک ضرب المثل خوب است اصلا ضرب المثل ما بسیار معنی بزرگ چقدر داره این مثلا من حتی شنیده بودم تحلیل کرده بوده بر شما میگه زاغ در گلگشت بلبل قرقر میکرد این آوازی من همین آوازی هست که فقط همین ترجمه فیلم های تاجیکی یا زنده شه استفاده بری میشد اون فیلم های خارجی ده آوازی ما نمیشد. برادر عزیز سلامت باشید و درباره اما حادثه هایی که گفتیم و باقی شده گذشت یعنی به شما هم بسیار میدیم بله
ба худатон не ба дигарҳо ҳаст ба худатон нашудааст хеле ки бибинанд дархол бишносанд ки ҷамшеди ҳалима ё ягон این حادثه خیلی زیاد هستند اصلا که خوشبختانه ملت ما ملت با فرهنگ است صنعت بسیار دوست می‌دارد از اون جمله صنعت حج و هر نفری که بیند خواه نخواه یک چی میگوید خیلی هست بعضی آدمایی که شاید همون قهرمانی ما بازی بکنیم اصلا قهرمانی همون است دیده برابر شهر نمیداری فرق نمیکنی چی تو هم فلون صحنه را نشون دادی این حالا که خودش هم میبینند یعنی مقصد پیشنهادی هر یک صحنه و یعنی اسپکتاکل و دراماتورگی همین است که یک کمبودی جامعه باید شود جای خود را دیود این که حادثه خیلی زیاد شده که همستو خب مقصد اصلا حج و همین است که کمبودی رو بگوی ولی بسیار بعضی وقت سبک شما میبینید اونا حسن نکنم تا خطی علاقه خب آدم ها خودشون نمیشناسن یک حادثه گفتم یک جا رفتیم توی وقتی قوه برق نبود بعد دیدیم که همون اسباب تکنیکی هست تاولا که دایره هست سراینده هست لیکن اونجا دیگه کار کردن نمیشه دومادا خونه عروس بردن در کار من دیدم هم خیلی شیخ میگیم با زبانی وای یعنی چوبی خشک یک تا گرفتم دستم دادم با تاولا که دایره چه گفتم که دیگه که وضعیت خیلی شب بای میشد رفتیم با شمه اویده شمه چمه اویده همین وارد خونه عروس شدیم که خلق جمع شده چه وقتی دوماد بیاد همه جمع شد یک کمپیر ازم با انتیاق دادش برو اومدم رو بروی من اومد قدیمم بلند من خون شدم تاولا که دایره گرم بس هم تنیگو که دیونای خدا بزن دیونای خلاص دوماد درو وردیم بله باز بعد تموم شد قصه میکنیم میشنویم سلام علیکم سلام علیکم با کی صحبت داریم سلام من مظفر اکای جانبه بله از نوع همدانی خب مظفر میشنویم هم با همین اکای جمشید هم یک سوال هم یک درخواست دارم یک سوال هم درخواست یعنی چیستا نباشد که مردک فکر به طرف وقت نرسید تو نیست همه پروینده ها هنرمندا درباره همین فیضعلی اصلا یگان لطیفه برآوردگیان همین اکای جمشید یگان لطیفه در وصف یا فیضعلی اصلا برآوردگی نیست ما هم کسب باید در روز عید ما غم نمیتیم خب یک نفر دیگر هم هست بله الو السلام علیکم بابای جانبه سلام علیکم با کی صحبت بابا داریم جان میگم تبای مرا کجا با کد آورده کرا بستا آورده حبیب الله رو میگن بابلا حبیب الله جانتون زنگ نه حبیب الله نه او جهان منه جمشید میگم یک ماشود کوفتایستان نمیگم چی نام داره شما جیان تقاضا میدونه کنو من چیه یا موفش مبلغ گرفته رسیده یا هفته پس میارم گفته شده رسیده یکم باره امی بار دهم دروغ میگن جان ما آوردن خیلی روز عید ده خوالینه چی اینجا اصلا با بان میگرده نه کلا کتیب تو نداره اما کردیت های شما دادیم برادر عزیز جمشید یک مخلص شما هستم تهمین اسراری ترسونزاده هستم رحمت برادر عزیز جانبه که اسراریان شما هم خیلی ناز بازی کردید که من گفتم نه آدم خپیده نگه در رادیوی فرهنگ نوزدن قرض را خپیدن رحمت خب تهمینه چه سوال داره؟ البته میخواستم در روز خنده هم شما رو تبریک کنم خب سلامت باشه میخواستم برادر من جمشید کمتر در تلویزیون و رادیو کمتر برای من میکنن میخواستم به هر مخلصونشون یکون حجبی نو باشد پیشکش کنم سلامت باشه تشکر باشه البته در این حال ما وقتی زیاد داریم برای این صحبت ها خب این خیلی زیاد داریم خب دوام صحبت من چی بود خب خلاص وقتی که اکنون دوماد رفت در اومد این یک قسم تمام خوی برق بون نیست شیشتیم انا که دوماد عروس میبرد که اینا دوماد میبرن خونه عروس از اونجا عروس میگیرد بعد با بین خیر خوش جای اساس شگیم وقتی خیر خوش با ای برار خوش رو میدمورا گم بام رفت صدا یک یمی پدر عروس
وای اهمیت نداده بوده وقتی دوماد اومدن دا همون طرف یکی میبینه که من چو قطی خون شدم فهمیده وای توی دختری من این حافظ بچو دوماد عروس بروارتو دکتر همین یک سور کرد من همه میگو دوران گریزی روی وای توی وایرون میشوه بعد دویدم هم طور یا دیوال دا برومده بعد این طور دیوال بخونده با برار خشرم ویمایدمورا بعد عروس گرفتیم اومده میده واقعی شدگی خب یک نفر دیگر در خط الوکاس رو میشنیم. بله الو بله سلام به اهل همنشینان. سلام علیکم. جمشید برادر عزیز جمشید را به این درگاه خوش آمدید میگم به هر یک خاندان ما. خیلی خوشحالیم که صدای جمشید از رادیوی فرهنگ رادیوی دوست داشته میشنویم. سلام علیکم. جمشید لبای همین ایدین ایسنای برونای مردم در صحرا نیستن که زنای لب او خبر دادن امروز که جمشید حلیم لده گورو رفت از این راسته. شما میبخشید نومتون از کجا؟ خولای بختری. خولای بختری. شما نغز تینج؟ شما نغز خوب هستید؟ شکرانه خدا صد برشگرد. سلامت. یگون کس یگون جا رفتگی نیست. حاضی همه تمام دنیا کوشش میکند از در دیوای کروانوس فقط خونی خودش در آید. برعکس نمونه که زنای لب آب هم خیلی گفتن که حاضی مردکو هم هر گم میگن آفرین زنها. با جواب شما یک لطیفه گویم در باره زنای لب آب. حالی اول ما سخن ما تمام کنم بعد که اکای او همکار شما را خلمراد صدیق اکای دعوت کرد سخن گفته او قدر نتوانست امو را کم اکک چی دست بتین و جمشید جان به شما یک سوال دارم. شما که حجم نگار هستین سیاهی را از سفیدی فرق میکنین. من به شما سوال دارم که کدام خصلت انسانی به شما پیشنهاد است یا که برای دور که سفر میکنین کدام انسان به شما هم سفر میشود. بعد لطیفت شما بگین باقی سلامت باشید. رحمت. و حتی شما سیاه سفید فرق میکنید. هسته میخوای سیاه سفید. خولای بختری عزیز اصلا آدمای بزرگ کم گپ میزنن. اونا که استاد هستن سین سال رفتگی است در جامعه میبینن که امروز گپ و کلوچه زیاد شده است. زنهای لبیا بسیار گپ میزنن. دهان پوشیده 100 کیلو اینترنت بسیار گپ میزنن. برای استادا کم گپ میزنن. مالی که جوانیم برای این بیشتر گپ بزنیم. خلاص این برای یکم درخواست شما اما که دویم درخواست زنهای لبی آب گفتید. خیلی اصلا آدم که بیکارمون هر گپ گفتن میگیره بس سری خونه‌ش میبرد و سه تا خیلی زنهای لبی آب بیکار لبی آب داشتگی با یک تاش میگه وای 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 گفت از خیرت همین شوهری من در آشخانه خواب نیستیم وگرنه وای خیروگای از کار میبیو شب با خواب میبینه تو سر میخزه فقط در خیالش اپراتسیا اگر ما در آشخانه خواب میبینیم ها لخ لخ بودیم. این دیومگیش میگد ای بیا مونه دوگونه خب کن آفرینی من نمیگی. گفته چی با؟ گفته من همین زمستان 2 بار گردوه 3 بار ششما معالجه کردم. گفته چی با؟ گفته شوهری من شد که چی؟ همین نو جاگه گرم میشه که لبی کورپا را میبرداره. سخاوت 82 سخاوت 100 بر فرودگاه. دویم گفته همین جاگه است که وزنیک سیمگیش کمتر با تمکین بود. گفته بیمونید شما زنها دیگر کارگاب ندارید غیبت ریسک کم میکنید. گفته چی با؟ گفته آفرین من نمیگه. گفته چی با؟ گفته شوهر من آدمی سریوز نیست. همین شاو جاگه ده نه میجم که میگه نجم که دلوتا میبردارم. درباره آدمیت گفتن آدمیت احترام آدمگری است. سلامت باشید. میشنویم. سلام علیکم. بله با کسی بود. سلام علیکم استاد شما با کلی شنونده شما با مهمان شما. بله با کسی بود دوره. بله شنونده شما گلی هستن. خب گلی میشه. گلی هستن تو در بعد. امیر اوس شناختی؟ اوس شناختی؟ امیر گلی نیست. بله من گلی امیر گلی نیست. اولی گل صدبر گل سیاگوش گل هفرنگ گل ها زیاد هستند. گلی چی؟ گل خنده می روز خنده. گل چی؟ گل بهار گل تیرما گل زمستان گل بارانک کدام گل چوا 3 روز بارون شده است. اینا میخوان همین رو فهمن. نه من میخوام که همین گلی نیست. اون کسی دیگر اخش گلی گفته است.
شما شناخته. مخلصا رو میدونیدن؟ نه نشناختم. خب رادیوی ما نشونه میتیا. گلی برای جمشید تعلیم رو که من خیلی میشناسم آنها خیلی ما حضوری خوبم هست با این کس من صحبت های خوبم داشتم خب من میخواستم یک سوال داشته باشم خب مرحبا مرحمت سوال من همین است که دکتر جمشید تعلیم همین بیشتر شما به یک حضوریگارتان هسته میگه که این ما داریم برای برداری میخواستم که همین رو شما چی سبب شد که به همین برای همین کمکت میخواستم برای ما پیش میکرده در علمی سنچه کمکت نبانی سلامت باشید اکنون یک سخن بزرگ است که میگن ماهی زنده یعنی چی میگن با روش او یعنی بالا میرود ماهی مرده با روش او پایان یعنی بر ضد او میرد ماهی زنده ماهی مرده با این اكو زمان خودش یعنی همین طلب میکند امروز که هر یک چیزی که در جامعه پیدا میشود وای مثلا وای خنده دارد همون دوره‌ای که مثلا این ایمو وایبر همین چیزو پیدا شد جوانای ما دیگر مثلا یکی از مثلا اساسی خط می نوشتن یک نامه جانگوداز از نامی فلان من مجدون شب خواب نرفته تا سر در برای تو نوشتم جان که من تو رو دوست می‌دارم و من این نامه رو باوری کرده به دست جورم و اجورش به اجورش به همسایه تو مکتوب به دست معشوقه میرسید که الکی همه ده میدونست که فلانی رو دوست داشته است امروز پیداش اینترنت شیناس میشه یکون دخترک چی میپرسه تلفن اول نگاه میکنه من یک صحنه دارم یک کلچوم قاقشدگی 1 سال 2 سال شد خوزگاری رفتم یگون کس نداد برای که تلفنم نوک 4 نبیلی 4 نقشکنک بود و همونجا پدر و میگم که بیا تایلاق فروشی مخی یک وای گیریم سنسرنیت وای تلفن گیریم برای همین شیناس میشه یکم دختر سوالش ایمو داره وای برداره خیلی تیز میومند بعد دویم گپی بزرگی معشوقای امروز همینه همه تلفنی من در گونسم نمیگذرونی جو نکم دانش یعنی سواد در اویله لازم است یک پیرمرد پسر داشته است مثلا از مکتب 11 ساله بود اون وقت مکتب 10 ساله بود تمام میکند یگون حرف نوشته نمیتوند حتی اگه درباره دیگر نام خودش نوشتن تماما خلاص یک ایلاج میکنن از مکتب جواب میتین همین از من چند ماه میگذرد همین بچه گم میشود این مسافر میگه پسری من نخوندن نه نوشته وجود را باشد یعنی خدمت برو باشن خبر دادن نمیتونه خیر خلاص چند وقت میگذرد یکی اون وقتا چخیر خط کشون خط میبیورد مسافد میگیرد خطا دویده رفته خونه همسایه میگه التماس بینید این وقت کنه خط یکون قسمی حربیه یا هم بچه من گجو باشد که خط اومد همسایه میگیرن قدر که نگاه میکنه یک همسایه میگه همون مرغ در پلیس گشتگی مرغاوی در لب آب یکون چه نمیفهمند و یک همسایه میگه مسافد خجالت نشه گفته بابا این نوشتگی پسر شما همین معلمش اگر یه حرفی اوان میفهمید وجوده خط میگیرد میراد مکتب میونن نزد روبر مکتب میدرو تمام معلمای جمع میکنن همه خط ای نظر میگذرونه یگون کس یگون حرف نمیواد بعد میبینن که مسافر خجالت روبر مکتب میگه که بابا در جامعه ما همین خیلی آدمایی هستن که هم خیلی حسن خط دارن اینو دختران شما همین خط گیری بیمارخانه مرکزی راه و در اون میفهمن میگیره مسافر میره بیمارخانه مرکزی نزد سر دکتر میره سر دکتر میگیره نگاه میکنه باور کنه تمام دکترها تو نروی پاتولوژ فایرون میکنه یگون کس یگون حرف نمیواد حالا که مسافر تماما خجالت بعد سر دکتر میگه بابا گفته است ما دکترها هممون هر خیل مینویسیم در جامعه ما یگانه آدمایی که حسن خط دکترای خونده میتونن اینو دارو فروشان شما هم خطگی در اپتیک کرده مسافر میره بیگونی روز چه خیلی اپتیک کده نوبت دولنی بلند بیچاره مسافر میره خط دستش ده نوبت مثل همین نوبتش میشه وقتی داروخونه ده میزاج بسیار باشه آدم گپ میفوره دراز میکره خط همه خیلی کی وای دارو فروش میگیرم خیلی نگاه میکنه میگه بابا این داروی شو در خطای میشه ولی آوردگی نیست درود میگیم به همه آنهایی که با ما رادیوی فرهنگ پیوستن و یک نفر در خط تلفن است رو میشنویم. سلام علیکم. و علیکم السلام. من معیب گروه یکم نظر سایفلو برادر همین جمشید حلیم هستم. سلام درود و پیام خدمت با اکا میرسونم و از او خواهش دارم که همون نوبینا قدی چخل جوره شده و همون حکایه
qila naql ka hamka qo'yishdim o salomat bo'lish umri ro'd fayz barakat barori ko'rishdi Salomat bo'lsin. Salomat bo'lsa bir nafar دیگر so'ram میشنه برو بعد میشنویم شما رو. سلام علیکم. بله الو. بله بله assalomu alaykum. با کی صحبت داریم؟ سلام علیکم. boboy fayzoboti. بابا نظر. خب joni begjon. بله بله میشنویم. joni begjon man یک از شما پرسیدنیم که در برنامه اقتباس گفتید که ما سراغه جمشید جانم نمیدونم همین را نقل میکنید که چی خیلی همین سراغه این را یافتید دعوتش کردید بعد از جمشید جان میپرسم که اگر در اویلا بناگو در غضب باید با اویلاش چی خیلی مناسبت میکند خدا حافظ هر دو سوالو جمشید جواب میتونه. سلامت باشید. خب یکم سوال همین که در حق من بسیار مینداری میکنم از استاد عزیز از تمام کارمندان رادیوی فرهنگ که امروز براستی منم شب روز گوش میکنم از اون چه حقیقت است و جوینده یابنده است. امروز روزی خنده است. به این خاطر از دوستان یک اشاره از ما به سر دویدن شد اومده. دویم در حالت غضب بابا نظر وقتی که در اویله اگر بینیم که همین غضب می شود و اویله من مانند شمال های فیض‌آباد قهرش می خیزد من مانند همون سیب های درخت های فیض‌آباد خودم یعنی من میکنم بریزم در خصوصی یعنی من میشیده در خصوصی سوال سیفالله چخیل ما شناسیدیم چندین سال پیش یعنی مشروط مسافرکشای میکرو اتوبوس دم من نشستم یک با همین برادر شناسیدیم و نصیب دست قصه قلقل میگم دوستان سه نوان اربیدانی نانی اند و جانی اند و زبانی با نانی نان بده از در بیرونش نوازش کن با دوستان زبانی دیلو یاران سه نوان دوستان یارا خلاص بعد سبب قلقل که از همین دوستایی که ما گفتیم با جانی جان بده گر میتونی سه نفر دوست میشن دو تاش بینو یک تاش نابینو دوست میشن بعد این نابینو میگه برادر با که با عزت نفس مردم نابینو نرسید نه همین نابینو همین سوال دادگی من همین سوال دادگی این رفتن زمین این یگون عزت نفس نیست این بینو را بینه که چیکار میکنه آخی ایجاد عزت نفس بینو میرسیم که با نابینو فریب نکنند خیلی دوستی میکنن بعد این نابینو میگه برادر شما آدمای بینو من نابینو این نمیشود دوستی تا آخری جان نمیشود خواهی نقید شما یک روز اونجا اشاره میکنید من نمیفهمم یا مرا فریب میکنید در اگه صبح دست میتین قول میتین که ما هم دیگه را فریب نمیکنیم یک روز یک جشن پرشکوده میشینم همین نه کمتر بازم گرم میشود که همین نابینو میخیزد و گرون بست بالای هم درساز خوند یک مشت میزد و میگه گفتم که ما برابر نیستیم شما روز مرا فریب میکنید و دو بینو حیران میشن میگن چی لوگی ما همین قول کردیم همین قصول اون بسر بودیم ما تو را فریب نکردیم گفته خوزی شما مرا فریب کردیم گفته چی فریب کردیم گفته این همین خوزیر همین شما وقتی قدر ریختید مرا فریب کردید و قسم خوردید نه فریب نکردید گفته چی فریب نکردید چی فریب نکردید که وقتی شما شراب قدر ریختید نوبت هر دو دا قل شد نوبت من دا قل ما گفته کورم باشم نه که میشنم کاری و همین سیفالله جان ما قل تقل خب یک چیز دیگر من میخواستم از این دایره بیرونتر بره مثلا البته همین آدمانی که با حج و با ستیره میکنه با متوعبه سر کار داره دیگران رو تماشا میکنه مثلا هست میستر بین هست بود چارلی چاپلین بود در خودمون داریم عبیدالله رجب خب بود داریم کمرین چاقالوف خب علادین عبدالله بله خیلی خوب از اینها کدامش بیشتر تماشا میکنید اول از خارجی کدامش مثلا با اندیشهاشون فرو میره که اونها خنده خیلی چقدرتر از اونی که ما فکر میکنیم بعد پیش گفتم شما فکر کنید
چارلی چپلین میگه که بهترین دوست من آینه من است. من گریه میکنم و این نمیخندد و هم برابر من گریه میکنم. ولی شما در صحنه گریه هم کنید هم میخنده؟ خندیمون همه میخندد، همه گریه میکنند. بله. براستی همون جوابی که من میخواستم در این سوال بهترین شما دادید بگم، الان که شما قریب که با یک سخن چارلی چپلین همین سوال همین جواب گفتید. من از دوره شوروی ما وقتی به شهر نزدیک بودیم تمام نمایش‌های تئاتری رو اومده از طرف مکتب، همون وقت نرخ ارزان هم بود، بالکن دا میستودیم پیش ایوانی وایبا تئاتر لوتی دا مثلا تماشا میکردیم و بهترین اثرهای همون دوره یعنی حجوی رو و غیره تماشا کردگیم. همه استادایی که امروز در تئاترها کار میکنن در جامعه ما خدمت کردن بیشتر از دوره نورسی من شناس هستم. برآمدی هر یکی اینها برای مثلا اونی که در دل همین ذوق دارد و میخواد هنرمند شود یعنی اکتور شود، اینا یک گنج هستند. بله. من به همه استادا مینداری میکنم، همه او رو دوست میدارم، همه رو تماشا میکنم و هر یک فرد وقتی تماشا میکنه خلاصه خود رو میبرورد. یعنی هست تماشا بینه که صورتا هم تماشا میکنه، سر و لباس فقط نگاه میکنه، میگه ایجاد خیلی کردی، بینیت خیلی کردی، دست برداشتی، اشاره فقط درست هست ظاهرا که اونها یعنی سخن اعتبار میتونن که در اینجا چی گفتن، اینو چی میخواد، نازک صحبت کردن. برای درست یک سخن بزرگ چارلی چپلین مثال آورد. هر یک برای ما استاد آینه هستن، ما شاگرد هستیم، بسیار چیزا رو آموختیم، هم صحبت زیاد شده. ما استاد هاشم گدایف دوره خیلی مشکل جمهوری ما رو درس گفتگیان، همه همین هنرمندا رو در هر یک نمایشی کار کورسی کار دیپلم دعوت میکردن، نوابسته به مشکلی زمانه همه همین تمام هنرمندان در نمایش‌های ما اشتراک کردگیان. خب یک نفر دیگه رو میشنویم. بله خدا میزیانی میسیلا رادیو خوب بشنویم شما رو. سلام علیکم. من خواهش میکنم که از رادیوی خودتون دورتر بروین. الو من از همه شما من خواهش میکنم در وقتی سوال دادن از رادیو دورتر بیستید. میشنویم. بله سلام با کسی داریم. روز شما بخیر باشد. شهرموز هستم. خب اولا همه شما را با روز خنده تبریک میگویم و این چنین جمشید حلیم را که تشکر به شما جناب سوریان. این یک هنرمندی که خیلی محبوب دل هست، شما دعوت کردید، خیلی خوشحال شدم شما آمدید به برنامه. تشکر. یا دو سوال دارم یا درخواست. مرحبا. سوالم این است که بار یگان مخلصی اشبه شما گفته است که جمشید جان خیلی زیاد شما رو من دوست میدارم و من پسند هستید. حاضر خودت گفتی کو آخرونش همین کس چند میلیونش رحمت یا سوالش خودشون جواب دادن چقدر مخلصی نقض بدین. خب دویم سوالم این است ولی با هم دویم سوال خودش جواب میده. خب دویم سوالم این است که صحنه های خیلی خوب شما بازی میکنید، از همین صحنه‌چه های شما کدامش به دل شما خیلی زیاد نزدیک است و دوست می‌دارید؟ بعدا من همین رو میگویم که من همه روزه قطعی جمشید حلیم در تماس هستم که خیلی یک انسان خاکسار حلیم خوب است، مهربان هم هست، گویم خطا نمیکنم. بعدا یک برای کتاب ما بولیده شود یک لطیفه نمکی میگفتید که ما قدر میخندیدیم و سلامت باشید. سلامت باشید. خب از کدام شروع میکنید؟ خب یکم سوال جواب دادن، چون که خیرس از دوستداری بچه خود کشته است. این کس از دوستداری مورا اوجه کشت. تمام دیگه این دیگه در باره دیگه دمون گپ. سلامت. دویم تشکر برای مهربانی که مثلا بهترین مخلصی که شما رو گفته است دوست میدارم. من همین 9 میلیون و چندمش همین کس بودم. شاهنازه. خب درباره وای گفتن یک لطیفه. خب گفتن نگون صحنه‌ای که خودتون نقل می‌بینید کدوم صحنه؟ اون صحنه
صحنه که من سگان صحنه ما دوست نمیدارم این نقصتر استاد ولی که وقتی آدم خودش کارش صحنهش لباسش یعنی چش دوست داشت از خود میرود بهتر دوست ندارم و نقصتر میشد هر صحنه که برای تربیت جامعه برای بلند برداشتن فرهنگ ملت تاجیک در خدمت است اون من هم دوست میدارم شنونده‌های عزیز و مخلصای عزیزم دوست میدارم این خوشبختی است من خب یک لطیفه میگم درباره مثلا امروز خوشبختانه جوانای ما که خیلی برای اونها آزادی داده شده است که زبانهای خارجی آموزن یک پسر بچه از یک ناحیه دوردست از دهه دوردست میبید در مکتب به عالی میخواند در اونجا وقتی که خواهی نخواهی مادرای عزیز مهربان هستن هر روز تمام معرکه در پسری من رفتگی زبان انگلیسی میخواند ولی بینید بیاید خیلی خلاص تمام میکند میرود از مکتب نماینده میبید میگه مرحمت مکتب معلم زبان انگلیسی میگه نو از جماعت میبین برادر شما رفته خونده آمده در حسابی جامعه شما کادر مدت در کار از سبب که باید دویم قفای رولتون گشتگی و درونی باغ در زاغ و معینه حساب کردگی با فکر همه خوندگی در باید نو همه خیلی تصادف یکی سال سیاه ها دیه در میبین بگونی روز تماشا کرده که میبینم دهی بزیب همین وقت مولو اومده ایستاده است آواز پرنده بعد میخوان یک کس باشه که زبان انگلیسی قد فهمونه که تاریخ این دهه از کجا چخیل پیدایشش چخیل کوفته خونه هم بچه میرن میگن همین نو تمام کرده زبان انگلیسی همین میروان که همین وقت وای همون مولو وارد دری هلدا جابجا کرده ایستاده است بعد درو شناس میکنن میگن من همین میستر فلانی همین کس زبان انگلیسی مهمونو میبیان اونا هم اصلا زبان بزرگ ملت تاجیک هم خارجی میدونن های نزدیک میشن بعد میگن گه بزن میمونو با صحبت کردن میخوام بعد میگن نو که از اون میمونه اتش میپرسد میگه میبخشید همین بوزا میگه همین بوزا رو از هل برآوردن در کار همین رفیقای ما دفعمون به انگلیسی چی میشود اینم بوزا نگاه میکنه میمونه نگاه میکنه و میگه سوال آسان میداده همین بوزا ای هل برآوردن در کار به انگلیسی میگه زهل بوز خب اینجا باز زی شهنازه جانم خلاص خوب شخص دیگر رو میشنیم سلام علیکم لابا خلو یک سوال دارم نرانه بو اول بگیم که با کی صحبت داری یگون لطیفه شما میگفتی باز من هم یگون لطیفه میگفتم شما کی؟ من از نایه فیض‌آباد یا نوبینا هستم نظیر خب شما بپرسید امروز برای لطیفه گفتن شما را دعوت میکنم اگه سوال دارید با جمشید میگویم که یگون لطیفه حاضر لطیفه نبودی؟ گفتگی مونا باز لطیفه بوده نه بایلش به خاطر اینو لطیفه دوی ندارد خب باز یک لطیفه البته به خاطر شما بیاد نوشتن این چیز کاری به خاطر آوردن کاری آسان نیست ولی شما هم یک وقتا برنده بدید یعنی ژورنالیست در ساحه ژورنالیست که تلویزیون در کاری مشکل بود آسان بود یا اینکه تشکر البته بسیار این کاری یگون کار آسانی ندارد در دنیا یگون کار آسانی ندارد همه کار دیگه مشکل است لیک راه خود رو دارد رویه خود رو دارد از خوندن ها از آموختن ها میتواند کار پیش رود و خوشبختانه برنامه‌ای که ما میبردیم بسیار آزاد بود اگر 7-8 تا 9 ساعت ثبت میشد 40 دقیقه 1 ساعت 1 ساعت پیشکش تماشابی میشد این اون چیزی که پس پرده یعنی عذابی ژورنالیستان و عذابی گوینده ها و عذابی کارگردان ها و کارمندان مثلا رادیو تلویزیون هست و این مشکلی به سر ما بود درست بیشتر اونجا شما سر کار داشتید به دسترخوان همین فقط همین رو میپرسیدم استاد با دسترخوان این پهلوی دیگر این مسئله است که برای شما آسانتر بود و قلم نگان چون میخورید در 9 ساعت اگر
روز ما در رادیوی فرهنگ شما را 9 سوال مان کنیم. اکنون استاد در همه کار دنیا هر جا که سر است عالم سودا است حساب است شما اکنون فکر کنید همون بالای دسترخوان نمایش همون وقت اشتراکچیش حساب کنید ما به اشتراکچیش کار ندارم اگر گوگیر چوبا میشد ممکن که سیبولاکی میکردم دانش سیبولاکی دم نمیرسید مقصد من این بود که از سحر تا بگاه هم دسترخوان نگاه کده شیشتان شگیده خود یک قصه بوری صحنه کرده بودیم استاد که یک کس پیش یک همسایش میبید میگد از همو روغن زرد همو 40 ساله یک خاطر جورگی 20 سال جوره من به میدادید و میگه که نه من این روغن زرد 40 ساله داده نمیتونم گفته خوب نه خوب من نه تی دوست جونیم گفته اگر هر یک اومدگی در من این چیه روغن 40 ساله میدادم 40 ساله میشه در یک نقش زیاد است من در نظر دارم که شما بیشتر نقش های بازی میکنید که یا یکان کمبودی دارد دمون آدم یا اینکه کمی گرنگچاپ هست اینا مخصوص برای شما میدادن یا که خودتون هم درون همین میگرفتید هر میگن هر فردی رو برای کاری آفریدن حکم ساده باشید نقش ساده رو بتیم دیوانه همون نقش دیوانه بازی میکرد دیگه چیکار داره نه ما بسیار شروع دیدم هاشم گذاری فکر به نقش دیوانه رو بازی میکرد در شب گرفتن ما بله و بله رجب نقش دیوانه رو در شب گرفتن ما بازی میکنه و اصلا روز درباره دیوانه گفتید همین بهار همین هر خیلی تصویر میکنن اگر به خاطرتون باشد بیشتر همین در دهات وقتی بهار میشد چقدر سبز دمیدن میگیرد تمام جوک و جوندار جنبش میدارد حتی جوانای میبینید با کسل کمپیرکو میگفتن که این بچه‌ها کسل جینجک قبیده و کسل جینجک نه عاشق میشون کوفه عاشق میشون الان کسلای موندن بهار در وجه میکرد یک کرمی لای خورد بهار که میشود تاثیر میکند گرمی زور زده از هم تگیلای سرش میبرورد همیتا یکی تاثیری افتاد این طرف و طرف دو نگاه میافکند که خودش تنها میبیند که همه موسیقا دو نفر کر گنجشکا جیگ همه آدم هم با میکرد نخواه ما تنها باشم همین وقتا یک کرمی لای خورد که دیگه زور زده از همین طرف دستی راست یه ذره سرش میبروده با میگه دختره که زیبا بیو عاشق شویم بهار ما شما دو عاشق شدیم میگه تو دیوانه رولی ساده گفته گفته چی من دیوانه مخی تاثیر بهار اینا همه جفت ساده بیو من تو عاشق شده من دیوانه نگفته توش نه دیوانه انیق دیوانه تو با تو چی با من دیوانه و گفته تو دیوانه نباشی نخود دو میخوته نشینوسی میشنیم شما رو سلام علیکم الو بله من عثمان خب عثمان شما رو میشنویم خیلی خوشحال هستم که جمشید حلیم را به استودیو دعوت کردید شما صورت‌های شما را من در دوشنبه بسیار دیدم در آویزه ها در انشلک یک سوال داشتم به شما خب همین صحنه‌های های حجوی که شما می آفرید از خانه های مردم گرفته می شود مثلا شما تصور کنید که از خانه من یک صحنه‌چه گرفتید همین چقدر می شود این مبلغش یک آمدن یک صحنه‌چه حجوی و سوال دویم من این است که شما باری به ناحیه دوستی سفر کنید که چون که در ناحیه در طرف ما یک ناحیه است مثل جنت است چون که ناحیه جنوبی است اونجا همه چیز هم ارزان هم فراوان است تشکر سلامت باشید خدا با شکر انا با میگن که در جامعه ما سپانسر نیست من بود است که سرپرست اکای عثمان جان هزار رحمت ما همین خیلی انا کدوم روزی خنده شد طبیعی ما بولیده شد انا خنده دوامدار انا خنده دوامدار میتونم تو خیلی نمایش من خندم تشکر زیاد می‌ناد داریم از شما اگر بگه در خانه ما بگیرید نه کد شما التماس اجازه شما باید همراه ما خوش نشوید نه البته تمام نه فقط گوید که چند نفر میرید نفر چلیکو نمیرسد انگشترو نمیرسد حساب کنیم اگر خب نباشد این با کوشش میکنن که با شما در تماس شوند تلفنشون بعد
صحبت میکنیم بر نوعی جلیکو رفتنی هستی؟ دوستی چرا نه؟ دوستی ولی چرا نه؟ چرا بسیار نوعی پرشکار هست اونجا رودی خوب میگذارد حتی ماهی دارد اساسش اونجا همه چی هست نه گفتن کوخی برای من با من نظم مصیبت کنید که همراه من شما گیرم ما خونه اکه عثمان ما برای چه اگر در رادیو ندیده شدن که من دستم پیشی برکو با مانند همون صحنه های مهمونی ما بسیار داریم که استاد مهمون و خیلی زیاد هستن برای شما را شوازی نمیگیم که با تکلیف نمیکنم نباشم نه علاقه این همون کاوگ از صدای خودش تیر میخوره میگه علاقه نامشون نوشتگی داره تشکر اکو صدا گفتید یک چی با خاطر رسیده استاد حالا صدای وای نکنیم یک جوان یک پیرمرد و میخرن بعد جوان پیرمرد حافظی میکنه میخوند یک اصلا پیرمرد مو سرودای وای میخوان لیریکی خلقی میخوند ای جوان گبر چهل از جوانای امروزه میگه موسفید میبخشی خود آدمی کلانسالی لینتت کندگی میده دوری شرایط لینته بود که بعد نوبت جوان میتین مسافر میشیند جوان میخوند جوان از چه خیر میخونه آمده ما برنامه فرهنگی جمهور رو دعوت کردن انا جناب اسراریان حبیب الله زبید الله اینجا ما تقلید داریم اکه عثمان مهمانی دعوت کردیم خود نمیخونه بحث میکنه ریپشه با مسافر میگه بچه‌م اینجا بیا تو مرا چی گفتی هیچی چی گفتم آخه مسافر یا نمود خوندی که لینتت و گفتم کندگی با گفتم بچه‌م لنتی من کندگی بوده اینه که لنتی خود خویدگی درود میگیم به همه آنهایی که تازه به شبکه ما پیوستن رادیوی فرهنگ است و میمونه امروز ما جمشیدی حلیم خب گمان میکنم که به همه سوال هم جواب دادیم نه دوستاتون دیگر با فکرم شمارهشون نمون به شما زنگ بزنن یک ما نه بین خودمان اما یک سنگ گرفته بدید در ورزو با من چه شد بعد نمو قسمتش اما هست سالی که در آب با فکرم زیادتر آب شد تگی آب یک نفر دیگر رو میشنیم بعد میشنیم شما را سلام علیکم با مستقیمی خانوادگی پیشما دفعون سرطان با تایگر برنامه رادیو فرهنگ و برادر عزیز ما جمشید حلیم تشکر آنقدر من با این خانده تبریک روزه دارم که همیشه خود مجدد آدو فرزند نظری دونم من شنوانده دومی رادیو فرهنگ و اینچون فرهنگ دوست خور محمدم از مای کنی بوده محسن گزیسه بود خب مرحبا یک لطیفه بحر مردم با روز خانه لطیفه که دیگه مردم خواندن و بخاطر استاد اولی شما در دوزهی همین خواندن شروع باشد و میخواستم یک آیا شما یک نیت دارید که در ولایت سرخ شخصت و نایان ولایت شما با برنامه خود بدون مردم راسته مردم رو خودتن میکنم خب اول گفتن که یک استادی شما کی بود خب پیشتر ما در این موضوع صحبت کرده بودیم خوشبختانه همه اون استادانی که بودند هستند امروز در جاده صنعت ملت تاجیک در خدمت هستند استادای من هستند چون که من از دوره شوروی از دوره مکتب خانی سر کرده در همین جاده قدم گذاشتم بعد از اون به سوی پروفسیونالیسم یعنی کسبی یعنی آموختم اول آموزگاه مدنی معرفتی اون دوره سالهای شوروی ده سالهای 1988 بعد از اون دانشکده صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسوزاده در این ردیف ما پیشتر صحبت کرده بودیم سلامت باشید و خب دویم خواهش شما که به ولایت سوخت که سفر میکنیم انشالله نصیب هر یک چی به نوبت است هنرمندی که خواهد که در دل دیده همه جا باشد باید بیشتر با تماشابین خود مخلصی خود روبرو باشد
чунки ин як гармӣ аст, як нерӯ аст. Ҳар як ҳунарманда мухлисаш ин нерӯ аст. Шумо нерӯи мо ҳастед. Насиб карда бошад бо даъвати шумо, бо хоҳиши худ шояд мо бо шумо рӯбарӯ суҳбат кунем, барои шумо яъне латифаҳои намакину ҳунари худро пешниҳод кунем. Саломат бошед. ҷамшедҷон, солҳои пештар чойхонаи дилкушо буд, баъд чойхонаи мушфиқӣ шуд, баъд шодӣ ва ҳодӣ шуд, буданд ин хел намоишномаҳо, очаи билкаву зика шуд. вобаста ба ҳамон даврон аввал устову масто ҳам буданд. ба назари шумо ҳамон дараҷаи пешниҳоди ҳаҷ боло рафтааст ё паст, ё ки паҳлӯҳои мухталифа гирифта, паҳлӯҳо зиёдтар шудааст? ба ростӣ як суоле додед ки агар шунавандаи азиз, шахсоне ки маҳсули ҳамин кор ҳастанд, агар ин лаҳза моро шунаванд, ин дарда бори аввал нест ва боз дар рӯзи ҷашн хел суол додани шумо интизорашам будам. ба ростӣ ва як мисоли оддиам мебиёрам ки аз ҳар ҷӯе ки об канда мешавад, яъне шағалу қуми хоки онҷоро мешӯяд, хоҳед нахоҳед рӯзе обанд ин обро ба ҷӯяш рост мекунад, яъне об ба ҳамон равиши пешинааш боз меравад. ва манам ҳамин орзуя дорам ки дар ҳамин рӯза шароите ки ҳаҷнигорои мо қарор доранд ва ҳар як гурӯҳ дар шабакаҳои интернетӣ баромад мекунанд ва пас аз он дар мухлисое ки тамошо мекунанд хобаи худро менависанд, мехонам, гоҳе хурсанд мешавам, гоҳе хиҷолат мекашам ки ба ҳамин шароите расидааст ки ин хел саҳнаҳоро мо аз забони миллати худ пешниҳод мекунем, чунки аксар зиёди ҳамватанои мо шумо бурунмарзӣ ҳастанд, тамошо мекунанд, оно гапи дуруст мезананд, менависанд. яъне талабо ҷавоб наметиҳад ба баъзе саҳнаҳо? чаро наметиҳад кохи? яъне нест ҳамон баъзае ки ҳамон ҷое ки чун шумо имрӯз ҳозир гуфтед ки чойхонаи дилкушо, мушфиқӣ хеле зиёд буданд. барномаҳо сарҷамъ мекарданд ҳаҷнигороро. имрӯз ҳама пароканда ҳастанд. яъне дар шабакаҳои телевизиони мо дар ягон рӯз дар сеткаи барномаҳо ҷойгир шудагӣ нест ки ҳамин барномаи ханда меравад ё барнома ҳаст. нест ку ё ҳавсалаи мардум кам шудааст. масалан дар ёфтани онҳо даъват карданашон махсусан ба радио хеле мушкил аст. дар телевизион ку албатта осонтар аст, онҳо мераванд барои ки чеҳраро намоиш кунанд, вале дар радио ин камтар аст. хушбахтона ҳамин орзуя дорем ки вақти он расидааст ки яъне имрӯз ки мо ҷумҳури соҳиби истиқлол дорем, бояд шабакаҳои телевизиони мо амина ба роҳ монанд, коргардонои хуба даъват кунанд. яъне дар фарҳанги миллати мо саҳнаҳо як пештар саволи хуб доданд як шунавандаи азиз ки аз киҷо мегиред шумо? аз хонаҳо мегиред гуфт. бинед, яъне дар хонадони ҳар як шумо макет намесозед, шумо дизайн намекунед, хона тайёр истифода мебаред, барои ки имконият не. бисёр саволи наздодед. орзуи манам ҳамчун ҳунарманд ҳамин аст ки сарҷамъ шудан дар кор. сарҷамъ бояд бошед. хуб, баргардем ба давраи пешин. 1 апрел мегӯянд ин рӯзе ки аз габровои булғория ва дар ҳамин ҷавоббаста ба ин ва ҳам вобаста ба ҳаҷмнигоро, агар ягон нафар дар хати алоқа бошад, ора мешунавем. ҳастанд ягон нафар? бале, мешунавем, баъд суҳбат идома медиҳем. алё, салом алейкум. салом алейкум. салом алейкум. бо ки суҳбат дорем? салом алейкум. ҷанба дастурем ва акай ҷанши ҳалима хушомадед лаҷам. раҳмат. бале. мухлисам ашадин бародар ҳастам ва ду савол дорам. ки номатон нагуфтед? муҳаммад аз ноя кушониё. муҳаммад. хуб. ман мухлис ашадин акай ҷанши ҳалим ҳастам. хуб. ҳамун якум савол манам аст ки ҳамун як саҳна буди беке, яъне дар сои ҳамун хаҷак ҷанши мемонед, тақрибан ҳамин суҳбат кунед. хуб. оиш беке ҳамин аз забони шумо ҳамин бо як саҳнаро буди мекунед. кадом саҳна? ба пои он хас саҳнаи он оиш беке ҳамин як аз забони шумо аяда мешайдам. саломат телевизион, бародарон, телевизион дигар аст, радио дигар аст. шумо акчи ба назокат истифода баред,
خب البته این صحنه‌ها خوبن. خود جمشید گفت که زمانه بود که ما بعضی چیز سبکان برای مردم پیشنهاد میکردیم. ما باید جدی‌تر اندیشه کرد. این برادر یک صحنه بسیار بزرگ وایکر معنیش چقدر است همون مثال آورد. من منطقاً رو میگم وقتی که یک پیرمرد میرود و با خر رفته است دو تا دوز باید از این مسافت خر دزدی کنن میدزدن و یک تاش میگه تو خر بزرگ بر خودش نقطه را سرش دم میکشد و میگرده مسافت میبینه در جای خر آدم بعد توبه میکنه من باز میکنم میگم توبه کردم من پدرم در گناه کرده بودم گناهام همش بخشید من با آدم شدم بعد نقطه را میگیره میگه جواب تو دوزم جواب میده بعد از اون خر بزرگ میبرن که در بزرگ با میقپه بعد مسافر میگه همین آدم که یک بار خریگری میکره دیگه هم کارش توبه نمیکره. این اول قصه انا کو درباره همین کلمه که مثلا در فرهنگ ما همه چیز استفاده برده میشه و منطقاً سگ قهرمان ها زیاد در این ردی با ضرب مثل ها هستن مثل نویسا بودن دور شوروی در بسیار میرسن. من استاد شودرام عبید زوکانی بسیار شخصیت بزرگی بود که فقط با مثال می نوشتن. انا کو یک جوان بار اول شهر میبیاد این برای کلمه خر گفته که یک چی به خاطر رسید بعد میگه چی گپ زنم که نفهمم که من بار اول شهر اومدگیم دیهاتیم یک جا همین گذشته میشد که 5-6 جوان دیگه سرمست شدگی بعد باید ساعت لازم بوده میگه ای بچه ساعت چند میگه ساعت نگاه میکنه میگه ساعت 7 کم 7 خیسته چونون فکر میکنن که مسخره کردگی میزنن یکی میبینن احوالش وزبین میشه با خود میبینن میگن ای جوان تو خودت حرمت کن و نخواهم خیلی گپ زدیم ما تو ساعت پرسیدیم ساعت 7 کم 7 بوده تو 7 کم 7 گفتی چی بودی خیلی گفتی خودت ما در خجالت خودت در عذاب موندی. این جوان میگه خر خودم خر خیلی میشنیم یک نفر دیگه رو. بله میشنیم. سلام علیکم. گوش کن. سلام علیکم. جمشید علیم با یک سه سوال داریم با این نمی بچه ها کنفرنس شیدگی یودیم. خب وقت معرفی کنید. ما کوچه زفرخان از شهر کلو بچه های کلو کتی کنفرنسی هاییم. خب سلامت باشد. خب سفر بید سخان که السلام علیکم. سلام علیکم. من با استاد یک سوال دارم. مرحمت. استاد برای شده است که شما از کسی خود یعنی دست کشیده باشید. خب سلامت باشید. خب سلام تشکر. خب همین حالتایی میشود که ما از خبرهای جهانی تماشا میکنیم که در فلان جا کام یعنی در زیر زمین چپه شد و چندی نفر چیکار کردن گذاشتن ولی میلیون نفر دیگر در زیر زمین تا حالا کار میکنن. همین شرایط دیده همین خیلی ما یعنی بس نکردن اگر با هم خیلی وزبینی اونها کارا بس کنن یعنی کی بایگری زیر زمین رو برورده که زندگی رو پیش میبرد. همه زندگی مبارزه دارد در همه حالت انسانیت شده یک فکر میکند خوشبختانه نه یگون بار یعنی نیت قفاگردی هم نکردم. یک حکایه است نبیره های خریستوفر کلمب نیست کشتی سوار هستند امون اسپان ها و یک نفر هم باباش و هم پدرش و همینا در بحر غرق می شود. باز از شاه خواهش میکند شاه همدوران که برای کشتی بسازن تا با اقیانوس براید. بعد کدوم میگوید اولاد در همون اقیانوس نابود شد بابایت مرد پدرت مرد با تو میخوای با هم تلاش داری. این میگوید که گوش کن بابا و بابا کلان و پدر تو چکار میکنن شب میگه در جاگه خوب میرن همشون در جاگه مردگی که تو هر شب خوب میری. یعنی این چیزی هستن که خوب درباره گبر صحبت کردیم. از همونجا بیرون شد و هم میگن که بسیار مردم هزلکشن شوخ طبیعتن ولی بسیار ممسکن. مثلا یک حکایه هم دارد که گبراوی تنگه سوراخ میکند در رشته میپیچوند پیش معشوقهش میپرده و هم گبراوی در آن میخواد بگیرد که کشیدن میگیرد. هزلنگارا ممسک میشن
در خصوص چی مثلا تنگ پرت استاد در می سنجیده یا تنگ رو رشته کریس پرتید و در صحبت بسیار خوب یک قصه گفته میگه بیچاره وار گریه مکن پیش زندگی که او هیچ گوش به غوغا نمیدید زندگی یک مجرای خود دارد و هیچ وقت باید اگر همچون بنده فکر کنیم یکون کس باید از زندگی هیچ وقت ننولد نه البته درست است. خب در دل همه یک غوصه و یک غبار و یک وای هست به اینم نمیشد که همه یعنی دردها رو با خنده میپوشوند بله میپوشوند. از یاد میکنیم مردمی که در سالهای 70 و 80 یک نفری بود به نام استاد و مستان دو نفری که بودن مستیبک پالایف و استاد قدم مشربов از او باید خواهش میکنیم که یک ما از آنها یاد کنیم در امروز. سلامت باشید. بهارم بعد آرام باران هنگام گشت سایه از کلخازی همسایه یک ماشین وکیل آمد بر اداره در آمد مهمانان و میزبانان جدا هم گرم و جوشان مهمانان و میزبانان جدا هم گرم و جوشان با هم برس و پاس کردن چون خود را شناس کردن از شبدانی میروزی در باغ ملا روزی ششتکا را سنجیدن سنجیدن نرنجیدن خدمت عالی کردن چل شیشه خالی کردن خدمت عالی کردن چل شیشه خالی کردن خدمت عالی کردن چل شیشه خالی کردن میگن آبی روان به خس خاشاک نیست آدمی از یای به هنر پنگ نیست بعضی بیمارهای میشن که اونها یک بیماری هستن که شفا یابنده است امروز تکنیکا یعنی ترقیات مدیسینا میکروخیرورگی بسیار ترقی کرده است یک دیاده یک بچک یک کسل داشته است همین دو اینگاه میزده شتوک میکشیده است همین یگون میمون میمونه میمون مرامت شما نوری دیده تاجی سر چوی گرم چوی خنک جوی ملایم بولیش کرپچه در سرخون هم میمونو که میشونیدن مثل خانه قار کدم میرفتیان قار کدم میرفتیان تمام همون بچه های دیها جمع شدیان گفتیان این خیلی نمیشود کدام میمونی میبیا از همین منطقه ما خفه شده میرود و تو رفته مولیجه کرده بیا مبلغ بسیار جمع کردن گفتن راو از این میکروخیرورگی هسته یعنی آدم ها بین تمام خودشون ظاهرا ایواز کرده ایشون لوشون گوششون بینیشون کالتا کرده ایشون گوششون در روز مایده کرده تو هم رفته زبان تاسوس کرده بیا پول بسیار میتیان روز میگیره میره نزد دکتر میدرو نزد دکتر میدرو میگه رفیق دکتر مایا کسل دارم وقتی گپ زنده هم خیلی کم کم شتوک میکشم التماس اگر یگون دارو داشته باشه نوشته ماده تی خورده سلامت شده راون مرا بچه‌ها در ده انتظار حتی التماس دکترم خیلی نگاه کرده خیلی کسل خدمت دارم آدم زاد هر خیلی میشود تو خفه نشو خیلی کسل میکنه من دارو مینویسم میتیم سحر بگا بعد ابد پیش ابد وقت خو دوری خو میخوری خوراکی میخوری راگشتی میخوری مرحمت من گیر رحمت نوشته دکتر که گرفتی گجومی یعنی داروخانه نوشته دکتر گرفته است و است رفت است یعنی داروخانه درآمده است داروخانه همین ورقه دراز کرده است کسل خودش مایلو کسل دکترم چسبیده گشته طرف دارو فروش میبخشید من دکتر دوما کسل من گذاشت اگر همین دارو داشته باشه من
تیت خورده رام مرا بچه ها انتظار هستن و دور فروش نگاه کرده خیلی دور خفا نشم هیچ گپ نداره آدم ها هر خیلی میشون دورو از من میگیره یک خالتا دورو گرفته دو دست رفته یک جا پنهان شده 10 روز دورو خورده با امید سلامتی راست طرف دیها پیشواز گرفتیم همه یک جویا کسل در بین گفتن ای سلامتی و چه سلامتی پیش نغز من دیگه کسل شما رو در خونه همه کره کشتن میگیرن خب بعدی اون درباره جمشید سنگ صحبت داشتیم اخیرا موند بعد همون دور شما از نام جمشید سنگ هم میگیرم من با کسل میقپم یک سوال داده دو گنجشک یکی درونی خونه دیگر بیرونی خونه فصل سرما بعد گنجشک بیرونه میگوید که با گنجشک درونه که در حقیقت وقتی من تو رو دیدم من تو رو دوست میدارم تو از اونه که ما هم با هم دیگر یعنی تو رو از درون آزاد نکنن یا ما داخل خونه نشم تو رو با هم دیگر یعنی نزدیک نشویم من از اینجور نمیرم همین شب میشود گنجشک بیرونه در سردی زمستان در بیرون میموند و در همونجا جان میدهد از خونه کی ولی اون نمیداند که این گنجشک درونه چوبینه گنجشک بوده است این چوب است از سبب که همون سنگ است و من گنجشک بیرونم من نفهمیدم که همون سنگ مرا نمیفهمد هرچند خواهش کردم و سنگ از اون من نشد هرچند کردم سنگ ندادم برمن سنگ نفهمید مرا روبای خلقی شده هرچند کردم سنگ ندادم برمن یعنی موند یک نفر دیگر رو میشنیم در بله در خط تلوخه هستن سلام علیکم سلام با کی صحبت داریم آقای استاد عزیز جمشید یارین دا یک سوال دارم خب من از شما خواهش کردم که از رادیوتون دورتر بسته خب نامتون بگید نامم زفر از شهر کلوب خب زفر انا امی استاد جمشید یارین یک سوال دارم این سوالا پورا جواب گردونم بهترین میشد خب اکای جمشید روز شیدگی است که شما در بازار مرحمت پروشکی خورده باشید شما را دیده باشم دخترکو یا که پسرکو گفته باشن که های جمشید یعنی مبی پروشکی خورده سای سلامت باشد خوب باید نخورد جمشید حلی باید نخورم نمیدونم باید بخورد این شما قصه نقل کرده که شاید اون کس گفته باشد که جمشید حلی پروشکی خورده استوده است وای شما نفهمیدید که وای سحری بوده یا وقتی نیست فیروزی یا بگه این تاجیک داره ندارد اشتیا دارد همین ساعتی 4 شب هم بیدار کنی یکم چستر خوریم البته پراشکی میخورید خوراک میخوری نمیشه شدگی بسیار شده رادیوی فرهنگ آمدن البته سمبوسه خورده آمدن با یک نفر دیگر فریب کردن اون از ششلیک خوردن حتی خوجه را فریب کردن ششلیک خوردن راست میگه خب میشنیم یک نفر دیگر بله الو سلام علیکم اکا سلام علیکم با کی صحبت داریم سلام علیکم با کی صحبت داریم ما بختیار هستم از ناحیه مومن آباد خب بختیار میشنویم سوال داره؟ همه که جمشید یک سوال دادنی هستیم که میگن 130 کیلومتر راسته و کی خب سلامت باشه 130 کیلو او در زمستان بود وای این کسامو یک صحنه نو بنوار گفتیم اوزیرمون در جهان یک چی بعد اینترنت موده شده است که یگون شخصیت بینن که یگون کار میکند زبر مسئله تاجیکی بود که میگفتن که همین فلانه دیدی که خودشو میبرد ای بالای بم میپرتوید جر میکند یا از جر میکنه بعد چند وقت جر میکنی
به همون گفته حاضر میبینید که بعضی خودشون حبیب میکنن همون یک شبکه وای بود داغستانی هم خیلی شبکه منم یک نقش بازی کردم همون شبکه هم را میمونم بعد اونجا پدر رو میپرسه که و این چیه با کلاه میگم خب کنید سیرا بوینتی اونم فکر میکنن که من شاگردی حبیبم اگر من حبیب ایگیجو دیدم همونجا در میگن که وزن شاقل پرس ماندنی 130 کیلو اینا همون در نظر دارم همین با فکر همین سیروش دروغ همین ساعت شبکه لا گیرم سرش تو من نمیدونم خدا ها زیاد دقیق شما استید من بریم رو در برکشون بیا آمد نباشد برای توجه 10-15 کیلو جگه پینیز میپرتوی میشه خش تمام 3 کیلوش پرتو 3 کیلوش پرتویم برادرم 100 بکلا بگیریم 100 بکلا میگیرن در همه کار 100 باشه یک چیزی دیگر هم است بعد مبادا که درمون 100 کیلو قطعی میبرید یک پهلوان 100 کیلو رو براتون شود بعد قدر چیکار میکنه همون چون هر وقت رو میدونید که من میگریزم رحمت و گفته است که همون چیکار کردی با گفتم کاری پدرم کردگی کردم چی بود تا پدرم گریخته بود میگریزم خب یک نفر دیگه رو میشنیم بله سلام علیکم سلام علیکم با کی صحبت داریم روز بخیر باشد برادر جنوبک حسامدین هستم اینویا فرخور خب حسامدین میشنیم شما رو دایی برادر من گفتنیم که خوش اومدید بگویم سلامت باشید این برادر رو انا خیلی خوشحال شدیم که من صداش شنیدم خب این برادر جمشید باید برادر خوب خب سوال چورما گیده چورما گوش بگیر سوالتون من همین در یک چورابینی همین نوروز در نوی آخر امده بود همون جمعت دیدیموز و خیلی خوشحال شدیم سلامت باشید دوست با جمشید یکون سوال دارید سوال دارم که بله همین یکون لطیفه سوخشم چور بسید او لطیفه چور مثل چی؟ خیلی خوشحال چور مثل شیره ده؟ شیره میخونه اوه من فهمیدم اینو همین از فرخور همین یک شاعری هجنویس یک شعر نوشتن و خودش اینو راست میبینه از نوع فرخور گفتن اصلا میدی کوه و دشت و تیپه و ایلاغ میفارد مرا نان جوی و سیاه و قاق میفارد مرا روز و شب هستم زی دخترهای ناپاک در گریز دختر خانشینی با تمکین دهاد میفارد مرا من نمیخواهم شراب و قیله و سیخ و کباب دنبه گوسفند هم قیماق میفارد مرا در حیاتم من نکردم جیپ و مرسیدس هوس بره و بغزاله و تیلاق میفارد مرا با چند مصره های دیگرش هسته سلامت باشید بله با کی صحبت دارید السلام علیکم دوستان مهربانم مولوده هستم خب مولوده سوال دارید بله من اولا اگر سوالهایم تکرار شده باشد معذرت میخوام زیرا من خیلی دیر پیوست شدم خوش آمدید مهمون عزیز جمشیدی حلیم تشکر سوال من چین است که چون که چارلی چپلین دوستی بهترین خود آینه رو میحسابید من میخوام بدانم که شما برای شما کدام طایفه انسان ها پسند است و دوستی بهترین کدام طایفه مردم رو به خود میحسابید سوالی دیگر این است که شده است که از مخلصان شما چون شما میگویید که من 9 میلیون مخلص دارم و یگان تای آنها شما همکاری کرده اید یا اینکه آنها مثال یگان به شما یگان سیناریا پیشنهاد کردند و شما روی صحنه آورده اید همین حالت بود به شما واقعی برای میخوام به شما سلامت باشید سلامت باشید سوال دویم آسان‌تر خیلی شما گفتید نو پیوست شدن این صحبتی وای رفت مخلصا رفت اکون 9 میلیون این صحب کرده نمیشود یکم اپریل خدا با شکر زیاد گفته بودیم تشکر البته هر نفری که به ما پیشنهاد میکنند بسیار است که لطیفه های مثلا دوره های پیشینه شوروی قصه های هر چی که میگن ما به خود قبول میکنیم باز از اونجا شورای باز سر میز نشسته و تحلیل میکنیم بسیار راست دیگه قصه هایی که روی صحنه آمده است این همش واقعی امروز است از بین خلق است بسیار همکاری میکنیم تشکر در ردیف دیگر مثلا چارلی چپلین مثال آوردن استاد شما بسیار سخن خوب گفتید
که با کی مثلا زیش وای دارم کی رو دوست می‌دارم یک حدیث پیغمبر است صلی الله علیه و سلام بسیار خوب است میگن در معرکه میشینن و سوال میکنن که شما پیغمبر آخر زمان هستید از کی میترسید یعنی خیلی سوال که میتن میگه من از اون نفر میترسم که در بزم در معرکه تا آخر میشیند و یگون سخن نگفته میرود از همین خیلی انسان من میترسم و من تمام انسان هایی که با من روبرو میشوند و هم صحبت میشوند همه اونها رو دوست میدارم چون که با امید پیش یک نفر میروی یعنی تمام کار افتاده با امید پیش یک کارگر میرود پیش یک راهبر میرود یعنی در ساحه احتیاجمند در ساحه مثلا حج یا صنعت فرهنگ پیشروی توی معرکه بزم ها چرابینی عمومی خیلی نخواهی این مراجعات خیلی زیاد هستند و همه اونها رو دوست میدارم هر نفری که مثلا روبرو میشود انسانیت برای همین قدر آفریده شده است خب انسان ها مهمترین یک نفر دیگر باز بله میشنویم سلام با کی صحبت داریم سلام با هم شما دلوار هستم خب دلوار سلام علیکم سلام با اکو جمشید جان سلام شما خاطر نگذار دعا کنید از جرات به شما پیوست شدم در خواب مونده بودم با اکو جمشید جان سوال دارم که یک مخلص پیدا میشه که شما رو میگوید که مرا به شاگردی قبول کنید شما خواهش مخلص رو چگونه قبول میکنید اگر باشه یکم از فهمای نواتون یکم کمی با ما قصه میکنید رحمت البته هر نفری که در این ساحه خواهش دارد خوشبختانه اگر صمیمی باشد قبول میشود چرا نه برای آینده سازی ها امروز سیاست پیش گرفته مثلا تمام بزرگای ما برای چی است برای جوانان برای آینده سازی ما رو بزینه میگیریم بله آزرک چه گفتن در هر جا ما میشنویم مثلا بزم موان کردن میخوان همه گونه جشنواره ها همه گونه بزم به خاطر خرسندی مردم است برای شادی هست همه مشکلاتی که والی سینا میگوید همه مشکلاتی که ما داریم تنها خنده و بزم رفع میکنن چرا ما در همه حالت جامعه انسان ها رو برای همین میآفرید و پیشتر از جمشید چه عجیب اشاره کردن همه شاهان دنیا داشتن در پهلوشان یک نفری که بسیار لطیف سخن میگفتن بسیار دانا بودن و با نزاکت کمبودی ها رو به شاه میرساندن و جامعه امروزه ما با مردمی که به وسیله نیش میزند به وسیله میخواهد کمبودیمون اصلاح شود این خیلی کار عالی جناب است بطوری که سیاست نمیشود گفته نه و یک چیز دیگری که در صحنه های ما نمیرسه جمشید مونولوگ نیست درست حجمنگارای ما ندارن این کاری که مثلا مثل پتراسیان مثل وینکور با چقدر از روس ها میدونیم ولی در ما چرا نیست یا این گونه نویسنده استاد نویسنده نداریم دراماتورگ یکجور نداریم دیگه خودتون هم سعی نکردید که اینو پیدا بکنید که اکو اون چیزی که امروز شخصا من بیشتر با همین ژانر سر کار دارم از دورای شورای مثلا خیلی هنرمندای من بسیار گوش میکردم اونجا مثال آوردم استودای عزیزم من امیرشاه میرانوف بود از خودی مثلا رشتون زمین از وخشون زمین بودن که اسمت الله اونو در کسیت ها پیدا شده بودن من استاد حلیم سنگینم کمی قصه میکردم همه چیزا رو از همون خورسالی به خود گرفته بودم و هر چیزی که میابم یک فانتزی میگن کلمه فانتزی تخیلات درست همون استفاده میبرم من مثلا حوزی اسراف کاری حوزی سخنای صمیمی گفتید که هرچی اندازه دارد اندازه نگاه دار که اندازه نکست هم لایق دشمن است هم یک خانه باز میشود توی میشود سماورچی وقتی جایی که بینی همون چیز زیاد است یا انگیشت یا بنزین یا سوزشواری هرچی آدمی سماورچی میبیند که یک خانه آدمی دولتمند توید هزوم زیاد همین هزوم بودگی سماور تیله کردن میگیرن هیچ نه همین میگن چای جوشید نه همین چای جوشید نه سوال خاله بجان میبیره که میبینه که هزوم کم موندگی میگه برادر تو سماورچی یا راننده پویز تو چرا
қатора гуфта чӣ барои чӣ раис гуфта ин хеле ту ин самоора алон монди агар поезд мешуд оли ай тоҷикистон ба москва мерасид исрофкоришон дар ҳама ҳолат ҳаст яъне паҳлӯҳои ҳама паҳлӯҳоро бояд ба эътибор бигирем хуб дар ин шабу рӯз мо бисёр масъалаҳое дорем ки бояд ба ҳаҷ ба тариқи ҳаҷ мутоиба гуфта шавад зури мо мерасад барои ҳамин ва онҳое ки амал доранд масалан шуморо хушқабул доранд ё не ё ки дар ҳар нафаре ки худаш ба фасод машғул аст чеҳраи худашро намебинад ташаккур аслан ҳамин вақте ихе саволҳоро дар радиои фарҳанг метиҳанд бояд шунавандаи азизи мо аз хур то ба калон ба тамоми онҳое ки дар кадом соҳаи кор намекунанд айнан ҳамин саволи шумо ҳамин ҷавоби маро гӯш кунам боз таҳлил кунам дар радиои фарҳанг куҷое агар равем имрӯз калон навишта шудааст фарҳанг ҳастии миллат аст агар имрӯз маҳкамаҳоро нигоҳ кунем яъне турма мегӯям ба забони русӣ аз тамоми соҳа инсоният ҳаст яъне тамоми соҳаашда инсон гуноҳ мекунад ва ҳар касе дар ҷомеа чӣ гуноҳе кунад ҷавобаша кӣ метиҳад танҳо худаш метиҳад танҳо худаш метиҳад барои ин бояд хафа нашавам масалан вақти соҳаи актёрӣ соҳаи журналист соҳаи корманди масалан вазорати корҳои дохилӣ тамоми соҳа фарқ надорад ё бозоргонӣ ё бизнес кадом соҳае набошад ё духтур ё ронанда ҳамин камбудия нишон метиҳад тамоми ҳамонҳо гӯё ки шумо дигар кор надоред шумо дигар вай надоред дар ҳама соҳа камбудия аст бояд ин вақти саҳна нишон дода мешавад ҳамон шахсиятҳое ки ин камбудиро доранд ислоҳ шаванд мақсад аз нишон додан калимаи масхара мегӯям масхара ино ҳамин хел баъзеҳо мефаҳманд ки гӯё ки ҳамин ин масхарат аст ин чи аст не ки аз ҳамон давраҳои лухтакбозӣ омада ози шоҳа мисол овардед ино ба ин ҷо расидан ба забон омадан чорчӯба шуданд театр шуданд яъне ҳамон камбудӣ ҳамон соҳа нишон дода мешавад бояд ислоҳ шавад дар он байн як нафар ҳамаю нест бояд дигарон оно таҳлил кунанд не ки ҳама баъд хезан ханҷар тез кунану дар хотиртон дошта бошед як давра дар солҳои 80 як саҳнае буд ки нахи печида ном дошт ва қаҳрамонаш боқиев буд ки убайдулло раҷаб боз бале сахт дорам пул мебинед ки ҳама чиза ҷамъ овардааст баъд мегӯян ки аз мардум ҷамъ кардем мегӯям мардум ту чӣ дорад агар медорад худаш мехӯрд яъне ин фасод аст боқиёфи солҳои 80 аз хотири мардум баромад вале боқиёфҳо ҳастанд ҳозирам ва ман гумон мекунам ки вазифаи хаҷрнигорои мо имрӯз шабрӯз хеле зиёдтар ва мушкилтар шудааст устод бисёр суҳбат мега дар фикри баъзе ёди худо нест худоё дар фикри баъзе хайру сахо нест худоё майли ҳама дар молу матою ишками худ як зарра вале меҳру вафо нест худоё бисёр қалбо бояд дар ҳамин шабу рӯз ҷомеаи дунё бинед худаш аллакай ҳамин хел омода истодааст ки бояд бисёртар ботинан ҳамаи ҳастии масалан хонадону меҳру муҳаббати миллати тоҷик бозам зиёда гардад ҳамдигарро дӯст доштан даст шумо китоб мехонед бале китоб мехонам кадом нависанда бештар ба шумо хуш меояд аслан бовар кунед аз давраҳои шӯраи ман ҳамин як масалан китоб ҷамъ мекардам як давра шуд ки хеле дуздӣ карданд бо ҳозир ҳаст ки ҳамин вай ҳаст дар китобхонаи ман китобҳо ҳаст ман аз шеърам мехонам аз баъзе қиссаҳоам мехонам аз даври пешинам ҳозирам аз ҳамаш кам мехонам боз як роҳи осони дигар шаб масалан телефонро дар мегиронам масалан кадом шоира менависед хушбахтона мебурояд аз замин кам аз ҳамашон мехонам пинҳонӣ аз дигарро пинҳонӣ мехонед нафаҳмад ки шумо намемона хондан ҳозир як озмуни бо номи фуруғи субҳи доноӣ ки мардумро бисёр такон дод яъне хондан бисёр муҳим аст ибтидои суҳбат ҳамин аст ки мо агар то китобхон набошем то дониш аз бар накунем дар ҷомеаи имрӯзаи ҷаҳонӣ мавқеъ пайдо кардан наметавонем вале дар баробари ин ҳеҷ гоҳ намешавад ки ҳама ҷиддӣ бошем бояд ба хандам рӯ биёрем набошад он зиндагӣ
به قول وی میگن نورش میپرد ولی شما خنداندن دوست میدارید یا اینکه بیشتر میخواید که به کمبودی را بگید؟ یعنی شما میخواید که بیشتر به همون تالار معقول باشید یا که میخواید که درد دل شما را بفهمن؟ کدامش مهمتر است؟ سلامت باشید. اکنون هر یک فرد که اگر خواهد تنها برای درد دل خودش مخلص خنداند اون الکی هنری و دیگر رو پیش نمیبرد. یعنی همه اینو در نظر گرفته. یعنی حج و واقعه یا قصه را لطیفه را همون اگر از بودش یعنی زیاد کرده به تماشابین پیشنهاد نکنیم باعث خنده نمیشود و هر اون چیزی که در جمعه هست. خب ما برای اینکه روشن‌تر شود شما این نقشه دارید که در در خط سیر بسیار بلند گپ میزنید، تلفن خودتون رو نشان میدید و این گونه اینم کم بودی جامعه است. بله. و اما فینالش عجایب است که اون اصلا مردم فینال نگاه میکنن که شما بطری ندارید ولی مقصد شما این نیست که بطری ندارید. بله مقصد اون است که همین بیاداب است همین آدم. گفتم حتما فهمین میره. اون دوره مثلا اونجا نشون داده که اودیو بود. یعنی با وای فقط گپ میزد. انا این شب روز بود یک اهمیت دیگر تی استاد یک کم بودی دیگر که دویم در دست هر یک نفر تلفن های ویدیویی است. اون دیگه نمی توی دمی معرکه دمی اونجا نمیگن وای شوهر دارد وای مثلا کودک دارد وای از کجا دعوت شده وای با جای کنسرت اومدگی شاید پینانی سیوم کمی کنن بنوار میگیرن در شبکه اینترنتی میپرتن چند اویل جنجال برای من قرار بسیار خوب قبول کردن که در جای جمعیتی استفاده بردن تلفن موبیلی من کرده شده و اون یک مرد فریب میکند اویلشه میگه که ما امروز جمع آمده بسیار و جدی داریم تمام همکاراقتی من کار دارم من وقت ندارم میرود کنسرت محبوبش میگیره میرود کنسرت میشیند تماشا داره که یک تلفن زنگ میزند میبردارد اویلش وای میگه چیکار کنم جایی اون میگه لبای من تو گفتم که زنگ نزن من کار جدی دارم با همکارا وخوری دارم تا مردک جان من کار جدی شما فهمیدم شما در فلان جا در فلان تالار در فلان جای باید محبوبه شتگی برای چی تو من میکنی گفته از چی تو میدونی گفته اخ طرف یا بر صحنه گفته نگاه کنید اما حافظه که حافظ دارم وای منم یک چیز دیگر هم بود یک حادثه دیگر هم که به فکرم از شما شنیده بودم که کدومی با ما کسی از تالار خالی کرده هیچ کی نمیمونه یک اما چه خیلی بود من به فکرم وای همین خیلی فریب میکرد که من کازارما میرم میراد تالار دا میشیند بعد کفتنی میراد اویلش بعد میخزن میگه سپکتاکل وایرو نکنید بعد میگه التماس کسی با محبوباش میاد اومده اویلش پشتی داره التماس بروید که وایرو میشه نمایش یک سویت کشته در میگیرن شرم دارته سویت روشن میکنه هیچ کی نیست تالار دا و میگه مردک هم اید میکردیم دا همه مردک هم میبرن یک نفر. خب شنونده ارجمند ما صحبت طولانی داشتیم تقریبا نمیدونم به درد دل شما خورد یا نه با هنرمند حج و مطایبه جمشید حلیم تو توانستیم همراهش امروز همراه شما خرسندی کردیم شادی کردیم که توی هر لحظه از اون مشکلاتی که ما داریم در هر خانه هست البته فراموش شود. من از نام شما شنونده ارجمند به جمشید حلیم برای تشریف آوردنشان به استودیوی مرکزی رادیوی فرهنگ بسیار سپاس میکنم و از نام شما با اون کس موفقیت تندرستی و از همه سلامتی و زندگی سعادتمندانه به مشکلات تمام دارم. با شما نیست شما اگه چطور هستید در خوب باشید سلامت باشید. آرزوی من چی است در این ایام بهار ایام گل شکوفی تمام اون چیزی که امروز هر یک مثلا شخصیت با فرهنگ تلویزیونی ما رادیوی ما کوشش دارد که در تربیت نسل نو آینده سازی جمهوری تاجیکستان باشد و ذوق جوانای ما پدر و مادرای ما زندگی ما شما بلند باشد مانند گل‌های بهاری شکوفان باشد. سلامت باشید و بر شما نشونمنده های ارجمند همه وقت شادی جشن بزم ها و برای فرزندانتان زندگی آسوده تمنا داریم. فقط یک چه فراموش نکنید با رادیوی فرهنگ باشید که این رادیوی شماست. سر چشم رفتم ناله کردم ماسمه
هولی جانان کردم ماسمه نظر کردم ندیدم یاری خود را ماسمه گریبان تا به دامن پاره کردم ماسمه ماسوم سلسله دار دوری دامان موردار لبی آستین تگمه دار بندی دستمان دار چلیکان و چل دار کفی دستاهی ندار گوشکان و دلخ دار لبکانت پرسیمار رسا رگلی النار چشمکانت پر خمار ابروانت دون بیمار زلفکانت چلی چار سر شب تا به سحار دستی منو گردنی یار ماسوم سلسله دای مرا جان تو را جانان میگن ماسومه تو را شمع مرا پروانه میگن ماسومه تو یک شمع صد پروانه داری ماسومه چه پروای منی بیچاره داری ماسومه ماسوم خود ایشوگر مرا کردی در بدر ماسوم ناس کده بیا خودت احساس کده بیا ماسوم میری مزار با پاها کوشی بلغار مرا کردی انتظار ماسوم سلسله دار دوری دامان موردار لبی آستین تگمه دار بندی دستمان دار چلیکان و چل دار کفی دستاهی ندار گوشکان و دلخ دار لبکانت پسیمار رسا رگلی النار چشمکانت پر خمار ابروانت دون بیمار زلفکانت چلی چار سر شب تا به سحار دستی منو گردنی یار ماسوم سلسله دای بیا که در بغل تنگ بگیرم ماسومه میانی شالی هفت رنگت بگیرم ماسومه برای 360 دارم ماسومه یکا یک از لبی قندت بگیرم ماسومه ماسومه جان ماسومه مای تابان ماسومه گلی ریحان ماسومه صد دودان ماسومه مرچمیان ماسومه راحتی جان ماسومه کتیف جانبان ماسومه ماسومه خودیش وگر مرا کردی در بدر ماسومه ناس کده بیا خودت احساس کده بیا ماسومه میری مزار با پاها کوشی بلغار مرا کردی انتظار ماسومه سلسله دار دوری دامان موردار لبی آستین تگمه دار بندی دستمان دار چلیکان چل دار کفی دستایی ندار گوشکان دلق دار لبکانت پسیمار رسا رگلی النار چشمکانت پر خمار ابروانت دون بیمار زلفکانت چلی چار سر شب تا به سحار دستی منو گردنی یار ماسوم سلسله دار سر شب تا به سحار دستی منو گردنی یار ماسوم سلسله دار